بعد باز کنم. خب دوستان عزیز، آیستا آیستا به آذان نماز شام نامنیز نزدیک میشیم. الله متعال کسایی که سهم میگیره با اونها اجر و پاداش بده و در پرونده نام اعمالشون بنویسه. البته دوستان عزیز، این از سیمای اینا معلوم میشن که این بچه که سعی کنین وضعیتش حالتش واقعا خیلی بعض اوقات درد داره، انسان احساس ناراحتی میکنه. الله متعال این مشکلات از سر هموطنان ما چقدر گرسنه هستن از سر هموطنان ما دور کنه و کسایی که سهم میگیرن در این روند به اونها اجر پاداش بنویسه. ما قرار است که نزدیک به 10,000 افطاری روزانه در مناطق مختلف در شرق افغانستان توزیع کنیم. در این روند شما سهم بگیرین، ولو اینکه اون $1.5 فکر کنین قهوه شما $5 $10 میشه. یک روز ننوشین و مبلغش اختصاص بدین به این فامیلا، انشالله خالی از اجر و پاداش نخواهد.